چرخ‌های هواپیما با باند فرودگاه اولین خط الفبای انقلاب اسلامی بر صفحه روزگار ایران و ایرانی نقاشی شد. امام آمد، آری و چه با شکوه آمد، و شاید آن خطی که چرخ‌های هواپیما کشید خط بطلانی دائم بر تبعید 14 ساله امام از وطن بود. امام به وطن بازگشت. صدای ملائک، صدای مجاهد، صدای خدا. امام به ایران باز نگشت که حکومت را با شاه تقسیم کند و هر کدام از آن سهمی بردارند. امام بازگشت تا شاه را بیرون کند و در سخنرانیش اعلام کرد که حکومت از آن فقیه جامع و شرایط است. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد میگد که در یه مملکت که دو تا دولت نمیشد. خب واضح هستیم یه مملکت دو تا دولت نداره، لکن دولت غیر قانونی باید برد. تو غیر قانونی هستی. دولتی که ما میگیم دولتی است که متکی به آراء ملت است، متکی به حکم خداست. تو باید